پرزیدنت چین سی جینپینگ میگوید چین و تاجیکستان عهدهدار شدند که همکاری‌های استراتژیکی را به نفع مردم کشورهایشان توسعه بخشند. روز شنبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تسینداو چین، سی جینپینگ با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دیدار و گفتگو داشت. به قبل رهبر چین دو کشور دوره مهم رشد ملی را پشت سر می‌کنند و در این زمان حساس چین و تاجیکستان باید همدیگر را دستگیری کنند. سی جینپینگ تشبوس چینی یک کمربند یک راه را که به وجه عموم احیای راه باستانی ابریشم و اینفراستراکچور منطقه را مد نظر دارد، مهمترین بخش همکاری‌های دوجانبه چین و تاجیکستان می‌شمارد. پیشوای چین تروریسم، جدایی‌خواهی و جنایتکاری فراملی را سه نیروی اهریمنی عنوان داد که چین و تاجیکستان باید همراه بر ضد آن مبارزه برند. سی جینپینگ افزود که چین از رهبری دوره تاجیکستان در کنفرانس همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا پشتیبانی کرده، حاضر است سال آینده هنگام آماده سازی و برگزاری نشست سران کشورهای عضو تشبوس همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا به تاجیکستان کمک کند. در نوبت خود امام علی رحمان ابراز داشت که تاجیکستان دوستی عنعنوی با چین را قدردانی نموده به کمک‌های چین بهای بلند می‌دهد. رهبر تاجیکستان علاوه کرد که کشورش از پرینسیپ چینی واحد دستگیری می‌کند. پرزیدنت تاجیکستان همچنان گفت که استراتژی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 با تشبوس یک کمربند یک راه چین هماهنگ است. در پایان صحبت امام علی رحمان اظهار نمود که به عقیده رهبر چین در مسئله پیشبرد روحیه شانگهای موافق است.